کتیبه یک دادرسی پیشین را که با حکم‌های سفیدش معروف است ولی حالا در بازداشت قرار دارد به 10 سال زندان محکوم کردند. عزیزه حیدروی 23 ساله را در ابتدا برای قلابی بازداشت کردند ولی بعدا نسبت به او عیب‌های دیگر نیز اعلان شد. خودش حکم را ناعادلانه می‌داند. میرزا نبی خالقزاد با تفصیلات بیشتری این موضوع در استودیو با ما است. میرزا نبی، حکم عزیزه حیدرو کی و در چه شرایط اعلان شد؟ سلام بیننده عزیز. بله زرنگیز طوری هم ذکر شد محاکمه عزیزه حیدرو در دادگاه شهر خوجند ولی زیر ریاست دادرس ناحیه کوهستان مسشا صورت گرفت. یک منبع باور بخش رادیو آزادی 4 ینور گفت که حکم را روز 26 دکبر یعنی چند روز قبل از سال نو میلادی اعلان کردند. به قبل این همصحبت ما خانم حیدرو به قلابی، اسرافکاری و ساختکاری دلیل‌ها گناهکار شده است. پیشتر دادستان برایش 14 سال زندان پرسیده بود. پیوندانش نیز اعلان حکم عزیزه حیدرو را تصدیق کردند ولی گفتند او حکم را نپذیرفت و بازبینیش را طلب کرده است. این بله. است. شما از آغاز قضیه را پیگیری داشته. چرا بحث عزیزه حیدرو مهم شد؟ ببینید، پیش از همه به سبب آنکه وی کاتبه دادرس معروف به حکم سفید یعنی رستم سید احمدزاده بود. سید احمدزاده در دادگاه ناحیه بابوجان غفورف ولایت سوق کار میکرد و با چند حکمش که گمانبران را از تالار دادگاه آزاد کرد معروف شده بود. چیزی که در تاجیکستان کمتر اتفاق میافتد. خودی دادرس نیز در بازداشت است و در حال حاضر محاکمه دادگاهیش جریان دارد. برنا حیدرو و مادر عزیزه حیدرو روز 4 ینور صحبت کردن نخواست با ما چون گفت از حکم دادگاه عصبی و ناراضی است. پیشتر به این باور بود که دخترش قربانی پرونده بر ضد دادرس رستم سید احمدزاده شده است. در 2 ماه اخیر در تاجیکستان کمش 3 دادرس را از 2 تا 5 سال زندان محکوم کردند. مقامات اکثر وقت افشا نمی‌کنند که دادرس ها چی گناه کردند، اما بعضی از منابع قضیه آنها را بیشتر به رشوتستانی پیوند می‌دهند. بله. تشکر از شما میرزا نبی. بینندگان محترم، برنامه اخبار را بعد از یک اعلان ادامه می‌دهیم.